چه مزخرفیه؟ یعنی واقعا من باید با این برگه بدنمو بسازم؟ این هم که شبیه همینه، اینا کپی پیستن. سرشونه جلو پا نشسته خم، نشر قدامی دست مایه. نکنه دارم اشتباه میزنم، همه باش من فهمیدم. فکر نکنم با این بشه بدن ساخت. آره دقیقاً با این برگه های چروکیده نمیشه بدن ساخت. اگه یه برنامه بود که علاوه بر PDF کنارش اپلیکیشن داشتی، یعنی هر حرکتی رو که بلد نبودی میزدی ویدیو آموزشیش میومد. خیلی قشنگه. اگه قبل از اینکه شروع بکنی یکی مثل من میتونست برات آزمایش بنویسه، آنزیمای کبدی تو چک کنه، بیوئنکراتین تو چک کنه، کلیت تیروئید تو چک کنه، اگه دیدیم کبدت مشکل داره سونو بتونه واسط بنویسه. هر مربی این کارو نمیتونه بکنه. مطمئن میشدیم که آسیب نمیدی و اگه آسیبم دیدی حرکات اصلاحی بهت بدیم. اینقدر راحت و قشنگ. هم میتونستی تمرین تو خونه انجام بدی، هم میتونستی تو باشگاه انجام بدی. تغذیت میتونست از سفره ایرانی باشه، از غذای خونه بخوری. حتما لازم نباشه فیله درست کنی با برنج بدون نمک و روغن. برنامه مکملی، چی بخوری، کی بخوری، چقدر بخوری. وقتی که با سایت و اپلیکیشن دکتر قاسولی تمرین بکنی، انگاری من خودم همیشه کنارتم، مربی بدنسازی کنارته و یه متخصص تغذیه. ما سه تا کنارتیم. ایایی که هیچی، خود سم آلتمن هم همچین کاری نمیتونه واسط بکنه. توی کپشن بیو پیج جفتش هست. ماهیانه میتونی رو چنجش بکنی. بهت قول میدم 3-4 ماه دیگه تابستون آماده میشی تیشرت و لب ساحل بکنی. قاسولی 10 عاشقتونه.